مشخصات و خصوصیات نهال زیتون کرونیکی. زیتون کرونیکی به عنوان منبع اصلی برای تولید روغن زیتون مورد استفاده قرار می گیرد. این نهال‌ها دارای خصوصیات و مشخصات منحصر به فرد هستند که با جذابیت تمام مورد استفاده دهقان و باغداران قرار می گیرند. زیتون کرونیکی معمولاً دارای میوه‌های کوچک به شکل بیضوی بوده با داشتن طعم میوه‌ای و عطر خوشبو جهت تولید روغن زیتون بسیار مناسب و پرطرفدار می باشد. از جمله خصوصیات و مشخصات برجسته نهال زیتون کرونیکی یکی آن تولید روغنی با کیفیت و با ارزش از میوه‌های آن است. این میوه به دلیل داشتن طعم میوه‌ای و عطرآگینش در صنعت آشپزی مورد توجه خاص قرار می گیرد. برای کاشت نهال‌های زیتون کرونیکی باید مکانی با خاک خوب و دارای زهکشی مناسب انتخاب شود. مکانی با توقف کامل آبی زیرزمینی و دسترسی به آب به عنوان یک منبع آبی ضروری می باشد. بهترین زمان برای کاشت نهال‌های زیتون در بهار است، ترجیحاً در فصل بهار یا زمستان زود هنگام. نهال‌های زیتون کرونیکی معمولاً در ارتفاعات متوسط رشد می‌کنند. ارتفاع آنها به طور معمول بین 1.5 تا 2.5 متر متغیر است. این ارتفاع برای برداشت میوه‌ها و مراقبت از نهال‌ها بسیار مناسب می‌باشد. نهال‌های زیتون کرونیکی دارای رشد سریع هستند که 1 الی 2 سال پس از کاشت به ثمر رسیده و به باردهی می‌رسند. نهال‌های زیتون کرونیکی به طور کلی دارای مقاومت بالا در مقابل بیماری‌ها و آفات می‌باشد که این امر به کشاورزان و دهقان کمک می‌کند تا ضرورت استفاده از مواد کیمیایی جهت دفع آفات و امراض را کاهش دهد. هموطنان گرامی، فارم دهقان در کنار عرضه انواع مختلف خدمات و ضروریات زراعتی، انواع نهال‌های زیتون به ویژه زیتون کرونیکی را برای شما نیز عرضه می‌نماید. آدرس: شاهراه بزرگ تورخم جلال آباد، شهر جلال آباد، جوار گمرکی جدید. شماره تماس: 073 0037 006.